این هفته خبر تو خبر داره براتون از عضوایی که قبل از سخنرانی پوزیده تو سازمان ملل تکلیف همه رو روشن کرد و گفت زهر بی زهر. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این عظما در حال این حرفا رو زد که تو نظام آبکشش چنین حرفایی رو اومده. ولی آدم تعجب می کند و متاسف می شود یک کسانی که روزی در بالاترین مقامات سیاسی و امنیتی بودند، روزی رؤسای کمیسیون‌های امنیتی و انتظامی بودند، بیانیه میدن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن و میگن با آمریکا با مذاکره مشکلمون رو حل کنیم. ببینید کار به کجا کشیده که این بوفالای ولایت هم مجبور شده از این عربده ها بکشه. جامعه ما در لفافه های فضای مجازی گوشه و کنار زمزمه همین تصویرها هست که خب ما فناوری هسته‌ای میخوایم چیکار کنیم؟ اصلا موشک میخوایم چیکار کنیم؟ بریم بشیم مشکلمون رو با آمریکا هر جور امریکا دلش میخواد ما حل کنیم. یعنی ما با کی بریم مشکلمون رو حل کنیم؟ چی میگید؟ بعد ما موشک نداشته باشیم که یه روز همه مملکت ما رو خاک کنن؟ ما فناوری هسته‌ای نداشته باشیم؟ زرشکیان گیجم در حالی رفت سازمان ملل که حتی اسم جایی که میخواست بره رو هم بلد نبود. سفری که ما داریم مجمع ملی سازمان بین المللی کجا میری؟ اینوری میریم. اینوری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. از کجا اومدی؟ از اینور اومدیم. برای چی داری میری؟ حالا خب اینور نمیشه بره، همه دارن میرن اینور. همه کجا ما میرن؟ نمیدونم، من از کسی نپرسیدم. بعدم وقتی عظما تکلیفش رو روشن کرد حرفی براش نموند الا این که بره تو سازمان ملل و شعر بخونه. ما یک شعری داریم میگه گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. یکی یه جای دیگه داره منطقه رو به هم میزنه و کسان دیگه ای رو دارن تحریم میکنن. خانم ها و آقایان، خلاصه که عظما تو این اوضاع و احوال بعد جوری زیر پاش خالی شده. همه اینها در حالیه که بدبختی های نظام روز به روز داره بیشتر میشه و در ضمن بپذیریم ما الان در رابطه با مشکلاتی که الان باش مواجهیم، نمیدونم آب و برق و گاز و محیط زیست و زمین و هر جا رو نگاه بکنید یه بحرانی باش مواجهیم. این هم کامنت یکی از مهره‌های نظام به این وضعیت زاگاریت دولت. آیا دولت اساساً یک تصویری داره از شرایط، میدونه چی میگه، میدونه چی میخواد، میدونه چی کار میخواد بکنه، یا خود دولت هم در تعلیقه؟ اون تعلیقه در واقع خیلی من رو آزار میده. قطعا زمان ما خیلی اندکه، قطعا زمان به زیان ماست، در اینش هیچ شکی نیست. من نمیخوام بگم که وقت داریم، نه، زمان به زیان ماست. مجلس هم در راستای وفاق با دولت چنین آشی برای پزشکیان پخته. مجلس الان 4 تا وزیر رو در ردیف استیضاح داره. اولیش آقای علی آبادی وزیر نیروه، دومیش میدریه، سومیش جناب آقای ارزم سرکار خانم صادقه، چهارمیش هم وزیر جهاد. اینجاست که واشرای نظام شل میشه و به شرشر میفته. اگر یه آدمی رزمنده بوده پشیمان شده باید در خودش تجدید نظر بکنه. دشمن رو اینا دست میذاره که آقا پشیمان شدن از جنگ و فلان. ته خط همه حرفا هم چیزی نیست جز ترس از طوفانیه که تو راهه و میخواد این نظام رو ریشه کن کنه.
در میان این همه مشکلاتی که وجود دارد، در میان این همه توطئه‌هایی که دشمنان برای این ملت هر روز می‌ریزند، توطئه‌های داخلی، خارجی، جنگ داخلی، جنگ خارجی، نفوذی‌ها، منافقین، گرگ‌های زیادی که دهن باز کردند تا این نظام مقدس جمهوری اسلامی را نابود کنند و از بین ببرند، مترصد فرصتند که فرصتی به وجود بیاید تا به نحوی این نظام را ساقط کنند. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با قمپوز این سرتشتک مشنگ شروع میکنیم. این آمادگی الحمدلله امروز وجود داره. آمادگی 100% هم وجود داره که در مقابل هر تهدیدی چه در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی میتوانند مقابله بکنند و این جمله همیشگی منه و پوزه هر دشمنی را به خاک بکنند. منظورش از آمادگی احتمالاً یه چیزی تو این مایه هاست. این در شرایطی که آخوندا امیدشون رو به رفقاشون رو هم از دست دادن. ایرانی‌ها خیال میکنن خودشون باید این جمله رو میگن که روس‌ها قابل اعتماد نیستن. روس‌ها هم میگن ایرانی‌ها قابل اعتماد نیستن. یک طیفیشون میگن که دلیلش هم اینه که میگن به محض اینکه غرب یک شپول سوت میزنه اینها بلافاصله به سمت غرب گرایش پیدا میکنن. این به خاطر پالسایی نیست که بعضی از سیاستمداران غربگرای ما میدن. خب حتما وقتی در باز روسیه و چین وجود داره، به محض اینکه غرب با این همه دشمنی به قول شما سوت میزنه ما میریم سمت غرب. خب معلومه طرف روسی و چینی نسبت ما بدبین میشه. حالا بشنوید از اراجیف این مشنگ و دوله که میخواد ترس بسیجی‌ها از سقط شدن عظما رو ماسمالی کنه. این یک کانالی هست که در رابطه با ترورها صحبت میکنه، صهیونیستیه. خب شهادت شهید رئیسی رو پیش بینی کرده بودن و زمانی هم که اتفاق افتاد خب کاملا به گردن گرفتن، گفتن کار ما بوده. اینا همش از طریق طلسم داره انجام میشه. اینا نیومدن رگبار بگیرن شلیک بکنن. الان اخیراً تو کانالش رو دارن بحث مقام معظم رهبری رو پیش بینی کردن، عدد روز دادن که تا چند روز دیگه ما این کارو میکنیم و انجام شده مقدماتش و اینا. شما تو بحث طلسماتتون تو نسبت به هر کسی که موفق باشید نسبت به شخص مقام معظم رهبری نمیتونید کاری بکنید. ایشون غیر از این که امام زمان مورد تایید امام زمان علیه السلام هستند، از جهت ضد گلوله بودن تو بحث حوزه طلسمات و امور متافیزیکی اینقدر قدرتمند هستند از لحاظ روحی که شما حتی فکرش هم نمیتونید بکنید. تو این وضعیت دزدا هم به دست و پا افتادن و ملت هم اینطوری دستشون رو تو فضای مجازی رو میکنن. هر روزم الان اون مجموعهشون به جایی که به این مکانیزم ماشه بره توجه کنه، به دلار 105 تومانی توجه کنه، الان یه هفته است داره در علیه من اونا اخبارهای کذب میدن. من خود چند روز پیش مهمون داشتم، رفتم هتل، میخواستیم کارت بکشیم که پول هتل مردم رو بدیم، کارت 200 میلیون تومان بیشتر کار نمیکنه. کارهای اشتباهی، ما کارهای رفاقتی رو باید تو کشور بذاریم کنار. خودشون گوشت 200 میلیونی میخورن، بعد سهم مردم اینه 100,000 کیلو گوشت فاسدی که از مغولستان رفته برای عراق و اونها بازگشت دادن، به خاطر آلوده بودن پسش دادن، اما ایران این محموله آلوده رو وارد کرده و اومده رشت. خبرش رسمیه. نه عددش هم رسمیه، فیلمش هم الان هست، رئیس اتحادیه دامپروری اعلام کرده. آره. حالا اگر 1 کیلو هم باشه آقای استاندار، سلامت مردم هست دیگه، نمیشه کوتاهی کرد. ما میخوایم ببینیم واقعا چطور هست که الان اومده در گیلان چه کسی واردش کرده. حالا پول مردم کجا میره؟
طبق معمول خرج سرپا کردن مزدورای نیابتی عظما میشه. ما هم داره دنبال میکنیم که مسئله بازسازی خانه‌هایی که به خاطر حرکت حملات وحشیانه اسرائیل تخریب شده بازسازی بشه و امیدوارم برای آینده بشه.